به نام خدا. سلام عرض میکنم. جلسه 40 دوره CSS رو در خدمتتون هستم. تو این جلسه دوباره وارد مباحث CSS تیری میشیم. من قبل یک توضیح مختصری در مورد بوردر ردیوس داده بودم، اما این دفعه میخوام به طور مفصل در مورد بوردر ردیوس صحبت بکنم. احتمالاً ما توی CSS کلا من بیام و مباحث متوسطه و پیشرفته رو با هم یک جا ارائه بدم، چون CSS مثل بقیه زبون ها پیوستگی خاصی توی مطالبش وجود نداره. میبینید که الان من مباحثی رو که میگم شاید توی 80% مطالب شما مطلب قبلی رو ندارید، توی مطلب جدید رو یاد بگیرید، مگه اینکه آموزش حالتش مثل گالری که پروژه محوره و نیاز دارید شما اون پراپرتی هایی که من میگم و از قبل بشناسید. اونجا نیاز باشه که شما مبحث های قبلی رو بدونید. در غیر این صورت بیشتر مباحث به هم پیوسته نیست و برای اینکه چون CSS تیری خیلی مباحثش جذابتر هستش، من بیام و بیشتر مباحث CSS تیر رو بین مبحث های CSS2 یا CSS1 مطرح بکنم. بسیار خوب، به سراغ کد نویسیمون میریم. من میام یک تگ دیو رو اینجا قرار میدم برای اینکه میخوام به این تگ دیو هم پراپرتی بوردر ردیوس رو بدم. اول یک ارز رو براش قرار میدم 300 پیکسل، یک ارتفاع فکر میکنم همون 300 پیکسل کافی هستش و یک رنگ سبز رو براش قرار میدم و خب سیو میکنم. مرورگر رو تا اینجا مشاهده میکنیم، نتیجه ما به این صورت هستش. بسیار خوب، من میام و بوردر ردیوس رو قبل من توضیح داده بودم. مقدارهای هم درصدی میگیره، کلا مقدار که تمام اون حالتهایی که قبل توضیح دادم، پارامترهایی که گفتم مثل PTEM، مثلا اینجا CEM هم بدیم، میبینید که به دایره تبدیل میشه. تمام اون حالتها رو میگیره، درصد هم میگیره. اینها رو قبل یک اشاره بهش کرده بودم، جا داشت الان هم مختصر یک توضیحی بدم و گفتم که میشه به صورت انتخابی هم، یعنی گفت تاپ رایت گوشه سمت راست، مثلا 20 پیکسل رو ما تغییر رو داشته باشیم، 30 پیکسل مثلا واضح تر باشه این تغییرات. پس ما میتونیم به صورت حالتی که ما میخوایم یک گوشه رو انتخاب بکنیم رو هم تاپ رایت، تاپ لفت رو هم بیایم اینجا انجام بدیم. اما چیزی که من بعد الان اشاره بکنم این هستش که ما برای اینکه کد نویسیمون کراس براوزر هم باشه، بهتره که از پسوندهای وب کیت هم استفاده بکنیم. یعنی بیایم اینجا وب کیت و این رو هم توی کد نویسیمون قرار بدیم برای اینکه با مرورگرها به صورت کامل سازگار باشه. برای موزیلا این وب کیت، برای سافاری، گوگل کروم، اپرای 15 به بعد. برای موزیلا هم از پسوند موز، فقط موزیلا حالتش یک مقدار متفاوت هستش. اون همین که نوع کد ما اینجا به این شکل هستش که border top right radius، ولی توی موزیلا هستش border radius و
تاپ لفت به این شکل ما کد دهی میکنیم برای پسوندهای موزیلا. و اگر هم خواستیم که هر 4 جهت به صورت یکسان عدد داده بشه که فقط کافیه که به همین حالت ما کدمون رو قرار بدیم و این هم 30 پیکسل. پس این مطلب رو من باید اینجا بهش اشاره میکردم که بیایید از پیشوندها هم استفاده بکنید. اما من پسایی که تا الان گفتم یک جور جنبه یادآوری داشت. تا سراغ مباحث جدیدتر میریم که بوردر ردیوس رو توی این جلسه به صورت کامل توضیح داده باشیم. ما بوردر ردیوس رو میتونیم به صورت مثل بوردر 4 تا مقدار رو بدیم، نتیجه رو با هم میبینیم: 30 پیکسل، 20 و 10 و 5 که از همه کمتر هستش. در جهت اقربای ساعت هستش 15 حالت، ببخشید اینجا 30 بود، 30 20 و 10 5 به این شکل مقدار دهی میشه. اما ما حالت دیگه ای هم که داریم، حالت 3 مقدار رو بیایم براش قرار بدیم. اتفاقی که میفته میشه حالتی که پیش میاد این 2 تا مقدار با هم یکی میشه، یعنی 30 20 10 و 20. پس مقدار دهی ما به این شکل انجام میشه. اما حالت دیگه‌ای که وجود داره حالت 2 مقدار هستش، یعنی ما بیایم 2 مقدار رو قرار بدیم به صورت ضربدری مقدار دهی میشه. میبینید که 30 20 30 20، یعنی این 2 تا گوشه با هم، این 2 تا گوشه با هم. پس این هم برای مقدار دهی بوردر ردیوس به شکل‌های مختلف و اگه هم نیاز باشه که ما یک مقدار رو برای همه جهات قرار بدیم، فقط از یک مقدار استفاده میکنیم تا همه جهت هامون، 4 جهتمون یک شکل داشته باشه. مورد دیگه که تقریبا همون اول جلسه بهش اشاره کردم، وقتی که یک مقدار زیادی رو قرار میدیم میتونیم دایره رو تشکیل بدیم. حالا این مقدار میتونه 50% باشه یا میتونه یک عدد پیکسلی بالا باشه. ما میتونیم یک دایره رو ایجاد بکنیم از این طریق. پس این هم در مورد دایره. اما مسئله دیگه که وجود داره، ما اگه بوردر باتم لفت ردیوس رو بیایم و 30 پیکسل، اینجا 20 پیکسل، 10 پیکسل رو که عددش یک مقدار بزرگتر قرار بدم بیشتر مشخص شه. 30 پیکسل 10 پیکسل خوبه. و حالت بعدی رو من میام بوردر رایت ردیوس و همون 30 پیکسل و بهتر بود اینجا از 10 پیکسل 30 پیکسل استفاده میکردم و اینجا 10 پیکسل. خب ببینید اتفاقی که افتاده، من از 2 تا مقدار برای یک جهت دارم استفاده میکنم. من تو حالت قبلی برای جهت‌های متفاوت میومدم مقدارهای متفاوت رو قرار میدادم، ولی الان دارم برای یک جهت 2 تا مقدار میدم و توی حالت پایینی همون یک مقدار دارم میدم. نتیجه خیلی باز واضح نیست، پس ترجیحاً بهتره که من بیام عددها رو از درصد استفاده بکنم، شاید واضح تر باشه چون مقدارهایی که قرار دارم فکر کنم. خب الان بهتر شد. میبینید که وقتی که من یک عدد یک مقدار رو دادم به یک سمت، به این حالت به وجود اومد، ولی اینجا یک حالت اوریب شیب وجود داره. علت این موضوع این هستش که من دارم وقتی که 2 مقدار رو اینجا قرار میدم، مسئله که پیش میاد، من برای حالتهای عمودی و افقی دارم 2 تا مقدار میدم. اگه ما اینجا این گوشه یک دایره رو فرض بکنیم، تو دایره که نمیشه که بیزی رو فرض بکنیم، هر جهت رو یک بیزی قرار بدیم، وقتی که ما میایم اینجا عددی رو قرار میدیم، عدد اول
میشه شعاع افقی اون بیزی که میاد اینجا میبره، یعنی این بیزی من اگه اینجا باشه اینجا قطع میشه، این شعاع افقی که به این شکل در میاد. و عدد دوم میشه شعاع عمودی. پس به این شکل در میاد. پس عدد اول شد شعاع عمودی، شعاع افقی، و عدد دوم شد شعاع عمودی. خب میبینید که توی حالت عمودی ما اوریبمون بیشتر هستش، شیب بیشتری داره. خب این مبحث رو گفتم، فقط من باز تاکید میکنم اولی افقی و دومی عمودی اگه من توی فیلم اشتباه گفتم. اما اگه ما بخوایم تمام جهت ها رو شعاع افقی و عمودیش رو دو تا مقداری بدیم، یعنی من میخوام بوردر رایت هم همین مقدار باشه، بوردر باتم رایت، تاپ رایت، نیازی نیستش که بخوام برای تمام جهات بیام و این کار رو انجام بدم، هی تکرار بکنم. خب از این طرف هم میدونید که ما نمیتونیم، اگه من بخوام این حالت قرار بدم، خب این دوتا به این داده میشه و این دوتا به این، پس این شکل نیست. فقط کافیه که من بیام و از یک علامت اسلش استفاده بکنم و میبینید که توی جهت های متفاوت به بردار حالت عمودی و افقی دو تا مقدار داده شده. بسیار خوب، فکر میکنم مطالب که در مورد بوردر ردیوس گفتم کافی باشه و مطلب دیگه ای نمونده باشه در مورد این پراپرتی. این آموزش اینجا به پایان میرسه. تا آموزش بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.